الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند سبب مزید توفیق و سبب توسعه و رشد و ترقی و برکات خواهد شد و همه اینها نیاز ما و نیاز جامعه ماست. و از تشکر یک نفر بندگان بیشماری بهره میبرند. این مطلب رو فراموش نکنیم که اگر کسی تشکر از خداوند کرد و بنده قدر شناسی شد، خودش تنها با برکت می شود. تشکر از خداوند و قدر شناس نعمتهای خداوند شدن در حقیقت یک جریان است، یک جریان خیری که راه می افتد، مثل یک چشمه‌ای بندگان خدا ازش استفاده می کنند. وقتی میگیم فلانی مبارک است، نه این که فقط برای خودش مبارکه. وقتی میگیم فلانی انسان مبارکی است، یعنی از برکاتش بندگان خدا استفاده میکنن. همه موجودات از برکت انسان مؤمن و شاکر و خوب بهره مند خواهند شد، حتی از نفس گرمش، چون نفس انسان مؤمن و قدرشناس نعمتهای خدا نفس پاکی است، هوا رو آلوده نمیکنه. اما نفس یک گناهکار هوا رو آلوده میکنه، مثل دود سیگاره. ولی نفس انسان مؤمن مثل عطر آتگلونه، مثل بوی و رائحه خوب گل محمدی است. وقتی این رائحه از مؤمن تولید می شود، همه بهره مند میشن، بوی دنیا معطر میشه. اما نفس انسان ظالم و گناهکار اکسیژن رو از فضا میگیرد و دی اکسید کربن رو تولید میکنه و خفه کننده است. یکی از کارهایی که درختان میکنن در شب، اکسیژن رو دوباره به طبیعت برمیگردونه، یعنی حیات رو به طبیعت برمیگردونه. یعنی ما به اندازه درخت مبارک نیستیم. این دیگه خسارتی است جبران ناپذیر که انسان مؤمن به اندازه درختی با برکت نباشه که انسان‌ها دی اکسید کربن تولید میکنن، درخت‌ها سریع اینا رو جمع میکنن و اکسیژن رو جایگزینش میکنن تا اول صبح جدید انسان‌ها بتونن نفس بکشن. نفس‌هامون را، دم و بازدممون رو معطر بکنیم، مبارک بکنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه از خداوند که بوی خوش دهان روزدار نزد من از مسک خوشبوتره. فإن المسک من بعد دم الغزال. مسک جزئی از خون غزال، خیلی کمیابه. خونی لخته توی یک کیسه کوچک درون غزال. فإن المسک من بعد دم الغزال. خیلی کمیابه و خیلی خوشبو و معطره. خوشبوترین گلی که ازش گلاب میگیرن گل محمدی است که تو مملکت ما
زیاد فراوانه، خصوصا کاشان. همینطوری که کشور هلند به کشور گلها معروفه، شهر کاشان به گلابش و باغهای گل محمدیش معروفه. اگر تصور بکنیم که بوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر نفیس بوده و ارزشمند بوده که گلی به خاطر که بوش خوشه آمده به خودش بها داده و خودشو خوشنامتر کرده با نام محمد صلی الله علیه وسلم. گل محمدی دیگه. و سالانه خانه خدا با گلاب شستشو میدن و این گلاب از ایران میره. خانه خدا، مسجد الحرام، خصوصا خانه کعبه رو با گلاب هر ساله شستشو میدن. چقدر خوبه که انسان بوی تقوا ازش بیاد، بوی معنویات ازش بیاد، بوی خیر، بوی صلح، بوی صفا، بوی صمیمیت، بوی طهارت، بوی خیرخواهی، بوی علم، بوی ربانی، بوی نبوی، بوی قرآنی، بوی رمضانی. نه بوی شرارت و دشمنی و کینه و عقده و ظلم و ناپاکی. خداوند همیشه ما و شما مزید توفیق عنایت بفرماید. از خودمون دل خوبی و دل علاقمندی نشون بدیم، چون دلهای ما می توانند حالت گیرندگی داشته باشند و روح ما می تواند حالت گیرندگی داشته باشد، جذبیت، فیوزات و رحمات خدا که شب و روز بدون وقفه می بارد. اما بعضی انسانها این فیوزات و این معنویات و این رحمات و برکات و گیرا هستن، جذابن، جذب می کنن مثل آهنربا، بعضی هم دفع می کنن. بعضی وقت رحمت خدا میباره به طرفشون میره اینطوری میکنه یا خودشون اینطوری میکنه یا بالاخره که برشون نباره. وقتی که عذاب خدا میباره به آغوش میکشن. بالاخره شیطانم قسم خورده بیکار ننشسته، اما خود شیطانم گفته که من بر بندگان مخلص و خالص و صالح تو سلطانی ندارم. من وسوسه میکنم، اگه دیدم که به وسوسه من بها دادن اونجا دیگه محکم میکنم کارمو. اول یه تلنگوری میزنم ببینم اوضاع چطوره، یه سر و گوشی به آب میدم، اگه دیدم که اوضاع خوبه دیگه وارد میشم و وقتم وارد شدم سعی میکنم که اونجا لانه درست بکنم، اونجا دیگه بمونم، به این راحتی بیرون نمیرم. بعضی از انسانها شاید 20 تا 25 تا جن داخلشون باشه و جنم جایی ماندگار میشه که اون خانه خالی باشه. طرف رفته پیش شیخی گفته اولاد من یا این برادر من مشکل داره. وقتی بررسی کرده که نه یکی و نه دوتا، 18 تا 19 تا برش مسلطن. چند تا رو بیرون میکنید؟ به همه گفته بفرمایید، به همه مجال داده. یکی تو عروسی رفته تو بدنش، یکی تو کاباره رفته، یکی تو بار رفته.
یکی جنوب بوده غسل نزده شب خوابیده تا صبح رفته تو بدنش. معذرت میخوام، یکی ادرار کرده خودشو درست پاک نکرده ایستاده تو. یکی هم ظلم کرده، یکی و الی آخر. بحثی که دیشب شروع کردیم بحث سرمایه ها بود. گفتیم که توجه ما همش به سرمایه های مادی است، اما سرمایه هایی هست که پایداره و توان و توانمندی و قدرت و رشد و توسعه ایجاد می کند. گفتیم یکی از این سرمایه های پایدار که توان از دست رفته رو در حالت ترس و دلهره و وحشت از مخلوق سبب تقویت انسان می شود. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اینو تمرین بکنیم، با دلمون تمرین بکنیم، با باورهامون تمرین بکنیم، با زبانمون تمرین بکنیم. به زبانمون بگیم که بلند بگو تا گوشمون هم بشنوه. بعضی موقع بنویسیم رو تخته تا چشممون هم ببینه. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. معانیش هم بنویسیم، تو موبایلمون هم بنویسیم که تا دگمه زدیم، تا زنگ خورد، به جایی که عکس یک خواننده یا یک فوتبالیست برزیلی یا آرژانتینی که گوشواره هم گوششه بیاد تو صفحه موبایلمون، حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بیاد. میدونی چقدر با برکت میشید. در اسلام آمده که در سفارش قرآن و پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده که هر وقتی احساس خطر کردید از مخلوق و چیزی نمونده بود که متلاشی بشید، از ترس پریشان بشید، از هم فرو بپاشید، بلافاصله خودتون رو پایدار کنید، نگه بدارید، بگید حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خبر خطری بهتون دادن که خطری شما رو داره تهدید میکنه، مواظب خودتون باش. بعضی میگن فرار کن مثلا، که مامورا مثلا دنبالتن. بعضی میگن فلان کن. هر کسی به همدیگر وقتی احساس خطر میکنن، ولی بهترین چیز حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. این مسائل اگر واقعا بهش باور داشته باشیم، در جاهای سخت واقعا کارساز بوده. شما فکر میکنید انبیا چطوری اون تهدیدات و خطرهای ظالمین و معتدین امثال فرعون و امثال نمرود و اینا چطوری وقتی انسان موفق بشه اینطوری خدا رو در سختی ها تکیهگاه خودش قرار بده، نتیجه چی میشه؟ داستان حضرت موسی رو. حضرت موسی داستانش و جریانش با فرعون جریان مفصلی است. وقتی که به پایان این سفرنامه حضرت موسی علیه السلام با فرعون میرسیم، پایان این سفرنامه دریاست. حضرت موسی علیه السلام پیروانش رو جمع میکنه، حرکت میکنه، میرسن به دریا. فرعون مطلع میشه که موسی با قوم بنی اسرائیل حرکت کرده. اونها هم دنبال میکنن. اونهایی که ضعف ایمان داشتن دنبال حضرت موسی بودن، اما دیدن که فرعون و لشکریانش رسیدن
بهشون ملحق شدن، جلو روشون هم دریاست. گفتن موسی این چه کاری بود که بر سر ما در آوردید؟ ما رو به کجا؟ به بنبستی رسوندید، ما رو کشوندید در مقابل دریا پشت سرمون. حالا نه راه جلو داریم نه راه عقب، نه راه پیش نه راه پس. این چه کاری بود؟ اما حضرت موسی علیه السلام که اوصاف رب براش هضم شده بود، عظمت و بزرگی رب، الله عزیز، الله عظیم، و میفهمید از روز اول که بنده کیست، فرستاده کیست و چه برنامه‌ای داره و توکلش و اعتقادش و باورش و استمدادش و امدادش و فریادرسش و پناهندهش اصلا برای کی داره کار میکنه. بعضی موقع سفارشاتی میکنیم، بعضی موقع یه جستی میگیریم، یه سفارشاتی میکنیم. برو بگو فلانی گفته، دستمون اینطوری میکنیم، بگو فلانی گفته، من از طرف فلانی آمدم. تو کی هستی؟ من و تو یه ناچیز بعضی موقع برای خودمون یه جست خاصی میگیریم، بگو من از طرف فلانی آمدم. بعد حضرت موسی علیه السلام با اطمینان خاطر به پیروانش گفت کلا ان معی ربی سیهدین. کلا، کلا در قرآن کلمه زجر و توبیخه. دیگه این حرفا تکرار نکنید. کسی که رو به خدا میاد این حرفا نداره. حالا چه کار کنیم؟ به بنبست رسیدیم. راه خدا بنبست نداره. درست جلو دریاست، توقف کردید، آب دیدید. آتش نمرود را بهر گلستان آفرید. حضرت ابراهیم رفت تو آتش، در آمد، مثل این که گلستان بود. پس راه خدا بنبست نداره. کلا ان معی ربی سیهدین. ناکن این جمله از اعماق باور و اعتقادش داره بلند میشه. شاید من و تو زیاد نماز بخونیم، نماز زیاد خوندن اگر اینجا سسته، اگر دل میلرزه، اگر تو باورت و اعتقادت و توکلت و توحیدت و ایمانت و معرفتت و شناختت ضعیف هستید، تعداد زیادی رکعات دردی رو دوا نمی‌کنه. معرفت خیلی مهمه، شناخت خیلی مهمه. فرعونیان رو میدیدن که چطوری با سرعت دارن نزدیک میشن و حضرت موسی با دهان پر و قاطعیت گفت کلا ان معی ربی سیهدین. دیگه این حرفا نشنون. این حرفای ضعف و عجز و ناتوانی. کسی که در راه خدا قدم میذاره، کسی که خودشو متصل به الله میدونه، چنین حالتی نباید بهش دست بده. این جمله رو گفت و عصاشو زد. سبحان الله. آب شد مثل یک دیوار یخی، مثل یک دیوار بلوری شکل، همجور سیخ ایستاد، مثل ستون ستون. این یک ستون، اینم یک ستون، اینم یه راه، اینم یه راه، همجور از هر راهی میخوای رد شو. با یک ضرب عصا چند تا راه آب اینطوری شکسته شد، دیوار یخی درست شد، دیوار بلوری، آب ایستاده، از هم نمیریزه. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رد شدن. فرعون آمد. خوب دقت بکنید حضرت موسی چی میگه؟ کلا ان معی ربی، رب من همراه من، سیهدین، راه و نشون من میده. سیهدین یعنی یه لحظه دیگه راه و نشون من میده. ما داریم سه فعل مضارع داریم و سه داریم و سوف داریم. در یه آینده نزدیک، یه فرصت نزدیک راه و نشون من میده، منو هدایت میکنه به راه درست. کی باورش میشه که این راه تو دریا باشه؟ سبحان الله.
تو باورت میشه که راهی تو این دریا باشه؟ فکر میکنی غرق میشی، ولی اون باور داشت که راهی تو همین دریا هم پیدا میشه. اعتقاد چه کار میکنه؟ باور چه کار میکنه؟ امام قرطبی صاحب کتاب تفسیر بزرگ الجامع لاحکام القرآن میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر کسی شب در بیابان اتراق کرد، استراحت کرد، تو بیابانی، تو سفری، این دعا رو خوند، از گزند و نیش همه حشرات و خزندگان مسونه، محاله که نیش بخوره. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. چند نفر از این بزرگان میفهمیدن این؟ بچه هایی که مهد قرآن میان میدونن، بچه های 7 ساله 8 ساله‌ای که مهد قرآن میان میدونن اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناه میبرم به کلمات کامل و تام خداوند از شر هر مخلوقی که شر دارد. بعضی همون مخلوق، بعضی موقع همون مخلوقی که فکر میکنی شریره، بعضی موقع شر ندارد. بعضی موقع شرور میشه. میگه که من تجربه کردم طول عمرم، هر جایی استراحت میکردم تو بیابانی همراه قافله اینو میخوندم، تا اینکه شبی از شبها خوابیدم، احساس کردم که یک گزنده‌ای منو نیش زد. پریدم از خواب، دیدم که بله. یادم آمد که اون شب خیلی خسته بودی، فراموش کردم که اون دعا را بخوانم. خود را سپردن به الله. اما یه نفر جس نگیره، نگاه بکنی هرچی عقرب و مار ها بیاری دوره برمه بریزی، هرچی عقرب و مور و مار هست بیارید من وسطشون میخوابم، حالا نگاه کنید اگه منو نیش زد میزنه. این برای انسانهای متواضع است که خودشونو به خدا میسپارن. تو وقتی میخوابی خروپف میکنی، این دماغت بازه، این دهانت هم بازه، گوشت هم بازه. اگر یکی آمد رفت داخل، شکر خدا بکن که تو بینیت یه مقداری مو هست، تو گوشت هم یه مقداری گریس هست. اگر مورچی میخواد بره داخل، ولی راه بازه. خودمونو بسپاریم به خداوند. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. زد عصا، راه و نشونش داد خدا توی دریا. حضرت موسی رفت بیرون با همه پیروانش. آخرین نفر از قوم موسی که رفت بیرون، آخرین نفر از قوم فرعون آمد داخل آب. خداوند معیت خودشو جمع کرد. معیتش همراه بنده صالحش بود، کسی که قبولش داره، نه همراه کسی که میگه من انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم، اصلا همه کار منم. گفت باشه، اگر تو خدایی، تو مالکی، تو همه کار هستید، خب حالا میگی این آبم مال منه و هذه الانهار تجری من تحتی، این انهار هم زیر پای من جاری است. فرعون میگفت اگر زیر پای تو جاری است، خدا جریانش داده، مالکش خداست. یک دفعه خداوند معیتش رو از فرعون گرفت، نداده بودش. موسی که رد شد با پیروانش، معیتش هم همراهش فرستاد. بعد به دریا گفت که حالا بر بگرد به حالت طبیعی خودت. وقتی برگشت، فرعون آمد روی آب، حالا داره دست پا میزنه.
تو که گفتی من خدام، تو که گفتی انا ربکم الاعلی، تو که گفتی اصلا به بنی اسرائیل من خدای غیر از خودم شما رو برای شما نمیشناسم، هرچی اصلا منم. حالا داره دست پا میزنه، هی میره زیر آب هی میاد بالا. هیبت اون عذابم بر روحش و روانش مسلط شده. فریاد زد وقتی غرق میشد که ای الله، ایمان آوردم به همون کسی که بنی اسرائیل و موسی اونو داره میپرسته و قبول داره. ندا آمد دیگه بسه، الان ایمان در حال غرق شدن به درد نمیخوره. امروز فقط بدن تو رو نجات میدیم تا درس و عبرتی باشید. فرعون مقتدر توانمند، این همه خدم و حشم و لشکر و امکانات و خزائن زمین و امکانات، چی کم داشتی که بگی خدام؟ میگفتی من بنده خدام، ملک زمین رو به خودت میداد. خداوند دیشب یه پدر اینجا بود، یک پیرمردی حرف زیبایی زد تو نماز تهجد، گفت اجازه میدی من 2-3 دقیقه فقط. گفتم حالا بیشتر از 2-3 دقیقه نشه که وقت نیست. گفت باشه. گفت که علما میگن دنیا بر 4 چیز استواره. چیزی که سبب شده دنیا نگه داشته بشه، از هم فرو نپاشه، 4 چیزه. 1 عدالت حکام، 2 علم علما، 3 سخاوت تجار، 4 دعای فقرا. واقعا هم همین وقتی تو نخش میریم، عدالت حکام، اگر حاکمی عادل باشه مملکتش با برکت میشه یا نمیشه، رشد میکنه یا نمیکنه، برکت از همه طرف سرازیر میشه یا نمیشه، عمران و آبادی از همه طرف میاد یا نمیاد. ولی اگر ظالم شد چی؟ شما دولت ظالمی دیدید که موندگار بشه، آخر از هم میپاشه. چه تعبیر زیبایی است. دنیا رو 4 چیز استواره: عدالت حکام، علم علما. اگر علما بخیلی بکنن، علم یاد مردم ندن، مردم همه جاهل بشن، از جهل توانمندی و رشد و توسعه و عمران و آبادی تولید میشه یا نابودی. از جهل همه چی میسوزه. سخاوتمندی تجار، سبحان الله. شکر خدا بکن اگر تاجری که خدا تو رو تاجر کرده. اگر تجار بخیلی بکنن چی میشه؟ باور بکنید تو یک روستای کوچک وقتی تجارشون و سرمایه‌دارانشون و بازرگانانشون دست خیر دارن، نیت خیر دارن، بذل و بخشش میکنن، انفاق میکنن، اون روستا حتی اگر تو اون کورده‌ای هم باشه، تو دامنه کوه، باور بکن همه مهندس و دکتر و حافظ و عالم و شخصیت ها و هر جایی تجارش سخاوتمند شدن، اون جامعه از این رو به این رو شده و اون جامعه ماندگار شده. و دعای فقرا، دعای فقیر ردخور نداره، چون به اخلاص خیلی نزدیکه. بهشت و دوزخ با هم بحثشون شد، فکر میکنم تو راد صالحین باشه. جهنم میگه که فی المتکبرون الجبارون الظالمون. بهشت بهش میگه امتیاز تو چیه؟ میگه در درون من جبارین و متکبرین و ظالمین و فلان و اینا تو. بهش میاد میگه که فی الفقراء و الضعفاء و المساکین. بهش دارالمساکینه. فقرای امت محمد 500 سال قبل از تجار به بهش وارد میشن، مگر تاجری که با مالش شتاب برای خودش بخره، وگرنه کم میارید. سر پل سرات آدم کم میاره.
اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که فقیر باید التماس تاجر باید التماس فقیر بکنه تا فقیر روز قیامت کولش بکنه، دستش بگیره. میگه روز قیامت تاجر زیر سایه چتر صدقشه. این معنیش چیه؟ اگر فقیر از من و تو صدقه قبول نکنه، وقتی فقیر صدقه قبول میکنه یعنی تاجر رو کوله میکنه، رو کولش میذاره ها، بیا از این طرف تو رو عبور بدم. بعضی موقع حاضر نیستیم جواب سلام فقیر بدیم. وقتی که جعفر ابن ابی طالب در غزوه معته بود، فکر میکنم اشتباه نکنم، شهید شد، خبر شهادت جعفر مدینه رو پیچید. کل فقرای مدینه زدن زیر گریه، چون جعفر معروف بود به ابوالمساکین. هر کسی لقب ابوالمساکین گرفت موفق شد. با تجار و سرمایه‌دارا و گردن کلفتا و رؤسا و مدیر کلا که همه کس می نشینه. شیخ ایوب هم میخونه، آقای سماک هم برام میخونن: ما بنده درویشیم شاها نظری فرما. دعای فقرا، کل فقرا و مساکین مدینه زدن زیر گریه عزادار شدن، چون ابوالمساکین کسی که سرکشی میکرد به این فقرا حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولی الحدیث بقیه غدا ان شاء الله تعالی. اگر حیاتی باقی مون، توفیق این که در خدمتتونم باشیم، دنباله الله عزیز و الله عظیم. پس درس دیشب و امشب چیه؟ حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اینو باش زندگی بکنید، به بچه هامون یاد بدید. مگر شما دوست ندارید که بچه هاتون همه عالم، دعوتگر، مفید، مبارز، مجاهد بار بیان؟ پس خطراتی هم تهدیدشون میکنه. باید این جمله رو یادشون بدیم: حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. این دعای انبیاست در روز سختی، در روزی که احساس خطر میکردن خودشونو بیمه میکردن. جزاکم الله خیر. از حوصله همه شما متشکرم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. التماس دعای خیر هم از همتون داریم. دست همدیگر بگیرید، به همدیگه بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه لبخندم بزنید، 10 تا حسنه بگیرید. دست 2 نفر بگیرید، 80 تا. دست 10 نفر 400. موفق باشید.